خیلیاتون اومدین ازم پرسیدین که ما هر جوری لغت‌ها رو حفظ میکنیم یادمون نمیمونه، یه روش به ما یاد بده. خب باشه، حله. ببینید، یکی هست شما بشینین یک لغت رو 100 بار 200 بار تکرار بکنیم. برای مثال رنگ 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 رنگ، نمیدونم دوبار 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 میشه دیوار مثلا میگم. خب این روش دیگه جواب نمیده. ما این روش رو توی مدرسه انجام میدادیم برای حفظ کردن متن‌های خیلی زیاد و طولانی. اینا دیگه جواب نمیده. ولی یه روشی هست که 100% جواب میده. شما باید لغت رو تکرار نه، باید درکش بکنین که چیه. یه تصویر سازی توی ذهنتون باید انجام بدین در مورد اون لغته. ببینید، برای مثال من واژه دیوار رو به شما میگم. خب شما باید با این دیوار یک جمله‌ای بسازی که بتونین تصویر سازی هم بکنین. برای مثال من میگم bugün duvarları boyadım. امروز دیوارها را رنگ کردم. ببینید توی این جمله من 3 تا واژه استفاده کردم: امروز، دیوار و رنگ کردن. این روش جواب میده. یعنی شما باید برای هر لغت حداقل 3 تا جمله ساده بسازید که توی ذهنتون بمونه. روش دوم اینه که شما بیاین خب با اون لغت یک خاطره ای رو به ذهنتون بیارید. برای مثال لغت پرواز رو در نظر بگیرید. من میگم اولین پروازی که من داشتم سال چند بود؟ مثلا میگم اولین پرواز من سال 97 بود. یعنی من میام از اون خاطره سوء استفاده میکنم و این لغته رو یاد میگیرم. این دوتا روش 100% جواب میده. حتما امتحان کنید.